انتخاب کردم و خیلی گردیم خوجان بیام کارو دست. سعادت یارماتова муддате мешавад ки бекор аст. ӯ донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси молия ва қарз ба итмом расонидааст. пас аз итмоми донишгоҳ хоҳиш дорад ки аз рӯи касбаш кор кунад ва ба ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ барои ҷустуҷӯи кор омадааст. умед дорад кори мувофиқ пайдо мекунад. با بانک اروند دیدم که از سامانتیجی دیدم و کنسه بود است. اروند با آمدم و انکت سپرده رفته استاده بودم که اینجا بیم یعنی که جای کاری خالی رفته استاده بود است. هم به حاضر آمده و کنسه های دیدم از درون یک کارخانه جدمه محاسبی را انتخاب کردم. فردا خدا خواهد نصیب باشد به یک فهمیدن به کارخانه می روم. زیاد از 560 جای کار خالی از جانب 36 کارخانه و مؤسسه ها برای اهالی ولایت در یارمارکای جایهای کار خالی پیشنهاد گردید. این اقدام از جانب اگنتی مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت طبق برقنامه اگنتی مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان عمل گردیده است. از طرف تشکیلات‌هایی که با ما بسیارتر امروز جایهای خالی پیشنهاد گردیده ایستاده است، این ساحه تندرستی، ساحه معارف و ساحه صنعت را در بر میگیرد. دوامی روز در یارمارکای مذکور زیاد از 250 نفر برای جستجوی کار آمده، از آنها 15 نفر برای کسب آموزی راحت پیدا نمودند. مزد معاشی که برای کارجویان پیشنهاد کرده شده است از 600 سومانی تا 1500 سومانی را تشکیل می‌دهد. کار در داخل شهر خوجان پیشنهاد یارمارک جای کار خالی، کارخانه شخصی، جدمه ها، کارخانه دولتی، کار در خارج کشور، در شهر مسکو اینجا همش قید کرده شده. چند نفر کارگر در کار، ساعت کارش، معاش کاری همش همینجا قید کرده شده. دوامی سال 2022 این بار هفتم است که چون یارمارکای جایهای کار خالی گذرانیده می شود. سال جاری با گذراندن یارمارکای جایهای کار خالی 110 نفر با جایهای کاری موافق تامین شدند. اینچنین 71 نفر جوانان از کورس‌های کسب آموزی از روی اختصاص‌های قنات، آشپز، محاسب جلب گردیدند. قهرمان گزارش ما پس از پیدا کردن کار موافق فعالیت خود را براه میماند. باور دارد که کار انتخاب کردهش به او پسند می آید. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.